کدوم ما به ماینکرافت محبوب‌تره؟ بریم تو کارش. اولی علیه، دومی آرنگوله. الان مشکل اینه که من هر چقدر چیزو میزنم علیه میذارم علیه گیر کرد. من که علیه نمیتونم بزنم ولی خیلی زن ناراحتم کرد که هیفر کرد. ولی برات خدافظ آرنگوله. پیگلین کی قراره بمیره؟ ولی خب برحال این تبدیل شد به پیگلین فایت زامبی. ولی خب ما هم پیگلین حسابش کنیم. مثلا شما برو عزیزم. این همین من که خوکو غذا بهمون میده. ولی خب تو هم غذا میدی یا نه؟ انگار که نداره. اسکلتون هورس یا ویلیجر. به نظر من که کارای این آقا از ایشون بیشتره و حداقل مغز داره. با اینکه اسکلت مغز داره ولی ایشون خب نداره، خیلی هم مخه. ولی خب باش میشه وسایل این چند خرید. برای همین بای بای. اندرمی یا رویجر یا خدا. خب یه ذره از ابعادی که حساب کنی ایشون خیلی کوچولوئه. فکر کنم این هم رد بشه ولی خب ایشون خیلی گنده است. ولی من خب با این شاید باورتون نشه ولی با اندرمیت بیشتر حال نمیکنم چون که خیلی اذیت میکنم. پس بای بای. اگه میخوای بیشتر برات این ویدیو بذارم که ما با معروف رو تست کنیم حتما تو کامنت ها بگو و لایک های این ویدیو رو ببر بالا.